با سلام به خدمت دوستان کانال اکتشافگر. دوستان پارت 3 ویدیو مرحله سوم که بعد از اسید شویی ما میرسیم مرحله تیزاب که محلول قبلیمون رو فیلتر میکنیم اینجا و اون محلول فیلتر شدهمون رو میریزیم بیرون و میذاریم کنار. بعد مجدد این خاک روی فیلتر رو برمیداریم. ما اینجا خاک که برداشتیم به اندازه 3:1 3 پیمانه کلورید اندازه خاکتون و 1 پیمانه 1/3 اندازه خاکتون نیتریک و نیتریک رو سعی کنید اینجا قطره به قطره اضافه کنید به محلولتون. بعد که واکنش تموم شد اینا حتما به میمینی فار دقت کنید دوستان. از ماست شیمیایی استفاده کنید چون این بوی تیزاب خورنده و سمی هستش، یعنی بره تو ریهاتون از داخل کلا ریهاتون رو میسوزونه، خیلی سمی. حواستون جمع کنید دوستان، اینطور سرسری کار نکنید که عواقب بدی داره. خب حالا بعد از اینکه تیزابمون واکنش تموم شد، اینجا اندازه حالا آبمون میبینیم محلولمون هر چقدر هستش. خب اگه هر چقدر هستش 2 برابرش ما اینجا آب مقطر یا آب جوشیده بهش اضافه میکنیم تا نیتریکمون اینجا یکم پی اچش اینا بیا پایین. بعد که آب اضافه کردیم، بعد از اضافه کردن آب ما اینجا دونه بدونه قوره میزنیم و حتما زمان انداختن قوره داخل محلول باید روی حرارت باشه و حتما حرارت داشته باشه تا واکنش نشون بده، بعدم واکنش نشون نمیده. حالا من اینجا دونه بدونه اینا نیست قوره میزنم. این همون آبی هم که اضافه کردم بهش میبینید واکنش نشون نمیده. همون آب هم بهترین رقیق کننده واسه محلولمون همون آبه که پی اچ محلولمون بیار پایین، که دیگه نیازی به اوره هم نیستش. من اوره میزنم یه واکنش نمیده، چون من از قبلش اینجا 2 برابر محلولم آب بهش اضافه کردم. خب پس اوره استفاده نمی کنم چون آلودگی جامد اوره ایجاد میکنه. اینجا محلولمون از رو حرارت برمیدارم. حالا بریم سراغ دوستان. من اینجا یه پیشنهاد دارم واسه ما اینجا. حالا چون این محلول تیزابی رو من از قبل فیلتر کردم دوستان، من از قبل اینو فیلتر کردم، ولی خب اینجا زمانی که واکنش تموم شد شما حتما فیلتر کنید این محلول رو اول فیلتر میکنید بعد اون اضافه کنید دوستان.
پوره واسه خنثی کردن نیتریکتون هستش. تا اینجا زمانی که از اورز ریختین، بعد یک تست کلورید قلبی نازین داخل محلولتون تا ببینید واکنشش چجوریه. هر چقدر رنگ مایل خاکستری یا مشکی یا بنفش اینا داد، یعنی حضور طلا و فلزات گرانبها هستش. حالا با این تستش رو زدم، این پالادیوم داره با طلا داره و اینجا یه جورایی این حالا اون فلز رو نمیدونم پالادیوم هستش یا پلاتین هستش. از این دوتا یکی هستش که طلا داخل اون فلز ادغام شده و من تست میزنم اینجا این طلا خودش نشون نمیده، اون فلز پلاتین اینا نمیذاره طلا خودش رو حالا ترنشین بکنه اینا. که من باید جایی که آقا ما یک خاکی داریم که خاک اون پلاتین و پالادیوم داره، اونو با چجور رسوب بدیم؟ اونو از دوستان از پودر روی استفاده میکنیم ما اینجا. اینجا ما مقداری از پودر روی داخل آب حل میکنیم ابتدا، چون اول ما اینجا این فلز پلاتین یا پالادیوم رو از پودر روی رسوب بدیم. دوستان حتما دقت داشته باشن که اینجا ما اینجا باید اون پودر روی رو داخل آب حتما حل کنیم و مستقیم داخل محلولتون نریزیم که اینطوری باز نمیشه، حالت دونه دونه های داخل محلولتون گیر میکنه و باز حل شوندگیش سخت ها. با اینطور محلولتون پودر رویتون اینطوری باشه که داخل آب حل شده باشه. بعد تا قطره قطره گفتم محلولایی که از بخشین خاکایی که حالا پالادیوم پلاتین اینا داره زیاد پودر روی نمیزنیم. اینجا یک ترفند دیگه میخوام استفاده کنم. کلا روش خنثی کردن یک فرمول خاص خودشو داره. من اینجا میخوام یکم مقداری از پودر روی ریختم، چون حالا این زیاد فرق نمیکنه. نمیخوام حالا پالادیوم پلاتینشو جدا از هم دیگه با طلا مثلا نباشه، نه زیاد مهم نیست. با طلا با دربیادش کار نداره. اگه خواستیم اینجا طلا رو جدا رسوب بدیم باید اینجا از متابی استفاده کنیم دوستان. متابی فقط طلا تنها رو رسوب میده، فلزات دیگر مثل آهن و مثل اینا رو اصلا رسوب نمیده. چرا خیال راحت متابی میزنیم. چون من این آزمایش کردم، خب متابی میزدم داخل محلول، میگم که این حالا فلز نمیدونم پلاتینی یا پالادیوم که نمیذاشت این طلای رسوب کنه. که اینجا یکم از پودر روی ریختم خیلی کم تا طلای بتونه خودش آزاد کنه و در متابینا واکنش نشون بده. اینجا حتما سر محلولمون ببندیم. من سرش رو پیدا نکردم. محلول رو مثلا به هم بزنیم. مثلا رنگ سبز در اومد. ببین هم حرفی من گفتم که یه فلزی
غیر از طلا حالا پلاتین پالادیوم اینجا معلوم شد اینجا پالادیومه. چون پالادیوم رنگش سبزه، البته رنگ سبز داره دوستان. ثبت میکنیم تا اون زردی قشنگ بره. حالا من داخل این محلول از متابی استفاده کردم. اینجا مقدار طلایی که رسو کرده نشونتون بدم دوستان. خوب نشون داده میشه. و دوستان حتما نکات ایمنی رو رعایت کنید که این تیزاب بخاراتش یه جوری هستش که کل ریهاتون رو میسوزونه. حتما از ماکس شیمیایی استفاده کنید وگرنه این کار انجام ندیم واسه سلامتیتون دوستان خیلی مضرین هستش. بشه قیمتی آخر اینجا طلا در بیاری آخر سر با خرج سلامتیت کنی آخر ارزشش رو نداره. مگه اینکه نکات ایمنی رو رعایت کنید. واسه محلول تیزابیتون روی سرش حتما دوستان یک سر که میخوام بذاریم واسه هم زدنش یه آرمیچر بذارین رو سرش. حالا یه چیزی هم بذارین به آرمیچر متصل کنین که این بچرخه خودش حالت همزن رو داشته باشه که شما نرید سر محلولتون رو باز کنین به همش بذارین که این بخارات تیزاب اینجا خدا نکرده براتون مشکل ایجاد کنه. حتما از ماسک شیمیایی استفاده کنید. اگه نمیتونید ماسک شیمیایی استفاده کنید دوستان اصلا سراغ این کار نرید خواهشن، چون من اصلا توصیه نمی‌کنم این کار رو. خب اینجا رسوباتمون اینجا خوب این رسوبات طلا هستش دوستان که حالا باز اینا رو میریزیم داخل فیلتر. بعد روی فیلتر این رسوباتمون میمونه دوستان. بعد روی فیلتر که این رسوباتمون برمیداریم فیلتر رو کامل. دستمال کاغذی استفاده کنیم یعنی همین کاغذهای فیلتری یا همین که از پنبه استفاده کنیم. پنبه هم خیلی خوبه. پنبه دیگه اصلا هیچی ازش رد نمیشه دوستان. اینجا از پنبه استفاده کنیم خوبه. و آخر سر این فیلترتون رو برمیدارین میذارین داخل یه ظرفی و اون محلولش رو تونستیم میریزین داخلش و اینجا کل پودر رسوبتون رو اینجا خشکش میکنیم. زمان که خشکش کردیم بعد از خشک کردن بهش یکم بوراکس میزنید. بعد از زدن بوراکس بهش یکم حرارت همینطور کم کم بهش میدین تا یک شمش خوب در. شما اینجا میتونید رسوبتون تا دمای 2000 درجه تا بهش حرارت بدید، چون طلا هر چقدر حرارت بخوره بهتر ذوب میشه و بهتر اون آشغالایی که حالا همراهش هستش اونا رو پس میزنه و اونا جدا میشه ازش و بهتر آلیاژ میکنه. اینجا طلا هرچه حرارت بیشتر بدین خوبه. اونجا حرارت از هوابارش یا هرچی دم دستتون انجام بدین. این رسوباتتون رو حتما بگیرین ذوبش کنید. حالا من رسوبات رو جمعش میکنم. هر بار رسوبات اندازه نیم کیلو یا 1 کیلو که شد اون موقع یا یک شیشه نوشابه یا شیشه ترشی اینا پر میکنم رسوب. بعد آخر سر ذوبش میکنم. حالا شما مثلا خیلی دوست داشتین طلا رو زودتر ببینید اینا این کار انجام میدید دوستان. سوال چیزی نمیمونه، سوال داشتین داخل کامنت ها بگین. من در خدمت هستم. خدایا نگهدار.